شخص چندین سال شاگرد نقاش بزرگ بود و تمام فنون و هنر نقاشی را آموخت. روز استاد به او گفت دیگر تو استاد شده ای و چیزی نمانده است که من و تو بیاموزم. شاگرد برای آن که خود را بیازماید فکری به سرش رسید. یک نقاشی فوق‌العاده‌ای کشید و آن را در میدان شهر قرار داد. مقدار رنگ و قلم نیز در کنار آن قرار داد و با نوشتن متن از رهگذران خواهش کرد که اگر هر جای ایراد می‌بینند با یک علامت ضرب مشخص کنند. غروب که برگشت دید که تمام تابلو علامت خورده است. او بسیار افسرده و ناراحت و استاد خود مراجعت کرد. استاد به او گفت آیا می توانی عین همان نقاشی را دوباره برایم بکشی؟ شاگرد نیز چنان کرد و استاد آن نقاشی را در میدان شهر در همان جای قبلی قرار داد. مقدار رنگ و قلم نیز در آنجا گذاشت، اما این بار متنی که کنار تابلو قرار داد چنین بود: اگر جای از نقاشی ایرادی دارد با این رنگ و قلم اصلاح بفرمایید. غروب که برگشتند دیدند که تابلو بدون حتی کوچکترین اصلاح دست نخورده باقی مانده است. استاد رو به شاگرد کرد و گفت هر کس قدرت تنقید و عیبکاوی دارد، ولی نه هر کس جرأت اصلاح کردن دارد. یعنی هر کس تنقید کرده میتواند، عیبکاوی کرده میتواند، ولی نه هر کس جرأت اصلاح دارد و اصلاح کرده میتواند.